بی ایده ای من رو عذاب میداد. استرس و مشغول بودن به فکر این که ویدیوی امشب چی باشه من رو واقعا اذیت میکرد. ولی من به گشت و گذار رفتم و کلی گشتم توی یوتیوب. همه try not to laugh ریاکت و غیره گذاشته بودن و من برای اوضاعی که دارم فعلا نمیتونم همچین ویدیویی بذارم. 1. نداشتن وسایل. 2. نداشتن موقعیت. 3. کافی نبودن زمان استارت چنل. من بازم گشتم خیلی گشتم، رفتم پیدا کردم بالاخره یه چیزی اون ته یوتیوب یه چیزی پیدا کردم. بگو چی؟ یک ویدیوی قدیمی از استاد امین اینفرنو که نوشته بود چالش غیر ممکنه کال آف دیوتی. اینو ننوشته بود ولی من اضافهش میکنم. من چشمام برق زد، خوشحال شدم، ویدیو رو برداشتم و چالشش رو یاد گرفتم و اومدم برای شما بذارم. حالا چالش از چه قراره؟ چالش از این قراره که بدون اینکه بمیرم قراره وین بگیرم. خب بچه ها، ما کالاف رو باز کردیم، حالا بریم ببینیم که ماجرا از چه قرار. چالشی هست اینکه بدون اینکه یک کیلی بگیریم باید وین بگیریم. مشتبه خب قرار بود خودم تکی برم، دیدم تو آنلاینی، گفتم با هم بریم. حالا ما با هم رفتیم این چالش انجام بدیم. آره دیگه باید بشینیم. اسم من جلوی چشایم مشتبه چرا کیل میگیری؟ مشتبه آقا مشتبه قبول نیست. خدا فرود مشتی بیایم. نه فرود مشتی گو میخوریم بیایم. این 6 دقیقه است من دارم همینطوری رو هوا شروور میچرخم، تازه 61 نفر مردن. بچه ها امیدوارم که صدای بازی مشتبه گفت، حالا اگه صدا نیفتاد، مشتبه در اومد گفت که تکلیفت چیه، میخوای چیکار بکنیم؟ من در اومدم گفتم که ما قراره همینطوری شروور بچرخیم مثل 2 تا لاشه سگ جدار، همینطوری الکی بچرخیم تا آخر بازی. من خاطر فرام با این جتا دارم. آقا یه بار میخواستم سوار جت بشم، یه دختری من نشست پشتم، بعد در من گفت که میشه منو ببرید تو باس استیشن؟ در من گفتم چشم میبرم تو باس استیشن. آقا سر مشتبه این یارو هم اشتباهی کشته. آره دستش خورده مشتبه 100%. اگر ببینم این چیزای کالاف و گیمینگ و اینا داخل کاناله که اصلا کالاف به کانال من ربطی نداره خوب ویو میخوره، بیشتر از این کارا میکنم، قول میدم. یعنی کالاف بیشتر میذارم، گیم بیشتر میذارم. وای مشتبه کجا مرد؟ به نظرم بریم مشتبه رو بگیریم. جت هم تو داره میفته، خیلی هم عادی و نرمال. من یه ذره احساس ترس میکنم، نکنه رو مشتبه وایستاده باشن. نه انگار پریم. ای دهنشون سرویس. بودو مشتبه دهنت سرویس. مشتبه این چه کاری بود؟ یارو چقدر لاشی وایساده سر باتگت قشنگ. وای مشتبه چی کار میکنی؟
مشتبه مشتبه بذار وای نه بذار من از اینجا یه دقیقه برم بیرون، از اون برم بیرون بعد میزنمت. وای میگم کی به تو گواهی نامه داد؟ من سی جی بهم گواهی نامه داده. بله. اصلا اون دادشاتی گرفتی دیگه بهم یه تعارفی کرد، گفتم دستش رو رد نکنم خجالت زدش نکنم. وای دهنش سرویس. وای یه نفر از بغلم با ماشین رد شدن دهن سرویس ها. بریم گم شین. وای مشتبه اینا 50 نفرن، از در و دیوار میزنن، از کوه و کمند میزنن بیرون. یا ابوالفضل این از شانسی تو دیگه کارش نمیشه. داداشا دارم چالش میگیرم، لطفا منو نکشید بابا. ناموسا چه کاریه؟ 20 نفر ناموسا چطوری نفر نکنید. این دستی که باز کردی یه خوری کمتر و اسکوازه همه با هم. به خدا وای مشتاق من کدوم گوری برم ناموسن، همه جا یکی هست، کجا برم؟ بگو من چه الان یه اسپات پیش من دیگه نمیدونم تو رو دیگه. من میرم این گوشه موشه های گوی میخورم یا زحمت کش رفیق خودت بقیه ادا شما چی کار کنم خب؟ اینا دهن منو سرویس کنن. آیزی یوری چه کم شبیه داشته میکنه یا امام حسین. مشتبه الان نید قشنگ از بغل گوشم رد شد، یه نیدی. وای گیر کردم. الان اسکوادشون دهنمو سرویس میکنن. قشنگ نید از بغل گوشم رد شد. وای طرف کمتر حواس باشید. وای کلی نید دارم به من میندازن. بس کن نید علی. اسکواد کامل منو محاسبه کردن میکشی. وای مشتبه من باید یه غلطی بکنم، اینجور نمیشه هیچ کیلی تو این رنگ لجه. تو فقط زور میخوری، غلطی هم نمیتونی. بیا طرف تازه من بالا سر 60 چقدر دمیج داد منو. بده نه این طرف نه، این 4-5 اسکواد هم 4-5 هاور نشستم. بیا تو مردی تمام. وای تو مردی تمام دیگه نمیتونی بیای. آره 4-5 تا اسکواد حواس اونجا نرم اونجا نمیرم. پشمام این از کجا بود؟ من توی داشتم میرفتم زدم زیر پس یکی. نه قلمی The safe zone is collapsing. یا آقای این پروپلیره آقا این چالش میذاره آقاییش. دیگه بدبختانه بعد دیگه بیایم پایین، اینطوری راه میریم دیگه، چاره ای نداریم مشتبه. خدا تو اینا نکشنه زور میکشید. بقیه بیشه گوشه اینا لله و اینا لیه راجیم یه 12 نفر سانی یه دریج من خدا رو شکر دارن هم دیگه رو جر میدن. یک کیل مرز رضا خدا دیگه یک. خب میگم چالشه اینطوریه که نباید یک کیلم بگیرم، باید وین کنم بدون که کیل بگیرم. من الان میترسم از اون زیپلاینه برم بالا، یکیون بالا بزنه زیر گوشم. Chip terminal is almost ready. باید بودی یوسف
اسم منه دیگه نیام جلوی چشایم دیگه نیام می دختره ای بی حیام بجون زید بدم میام بزا برایم ایلام مسایم دیگه یعنی دهنتون بچه ها، ولی این آخرش نیست بچه ها. من یه روزی این چالش رو میبرم، ولی الان تو رنک لجند میخواستم این کار رو بکنم. یعنی یه چیز غیر ممکن بود. حالا مشکلی نیست، یه روز دیگه یه جای دیگه توی موقعیت دیگه من این کار رو انجامش میدم. ولی با این حال اسکواد سوم شدیم. دیدین که چقدر بدبختی کشیدم دیگه. واقعا حمایت رو بکنین دیگه من نمیکشم، بدبخت شدم. مصطفی چقدر گفت یکیشون رو بزن، نزدم. دیگه بزنین لایکو دیگه مگه چی میشه دیگه. یه بار دیگه این چالش انجام میدیم، بعدن تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ. خب مصطفی If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.